سلام دوستان عزیزم، وقت بخیر همگی. خسته نباشید. پارت دوم، قسمت دوم آموزش ای پلن. این نرم افزار ای پلن خیلی نرم افزار کاربردی، همونطور که جلسه اول گفتم. مثلا توی برق صنعتی حرف دیگه ای میزنه. خیلی نرم افزار کاربردیه. اگه بلد باشید حرفی برای گفتن دارید توی اتوماسیون صنعتی. یعنی PLC کارم نباشید، حداقل تو گوشه‌ای از صنعت یه کاری برای شما هست. اینو همیشه آویزه گوشتون کنید. همیشه اگه به دنبال برق هستید، میخواید وارد حوزه اتوماسیون بشید، حتما نرم افزار ایپلن رو بلد باشید. یه ابیلیتی خاصیه دیگه. این نرم افزارهای هر رشته‌ای یه ابیلیتی خاصی هستن که وقتی رزومه میفرستید نور دیگه ای روی شما حساب باز میکنند. پس حتما حواستون بهش باشه بچه‌ها. بعد قسمت دوم میخوایم شروع کنیم دوستان. در مورد این ریبون ها من توضیح دادم خدمت شما. حالا رفته رفته تکمیل ترش میکنم. الان نمیخوام یکی یکی بگم که این چیه، تولز چی هستش، مستر دیتا چی هستش، پری پلنینگ چی هستش. یکی یکی چون بگم هم یادتون نمیره، خب یادتون نمیمونه. پس بهتره نکته به نکته، مثال به مثال بریم جلو که قشنگ ملکه ذهن شما بشود. اه، قسمت دوم این هست دوستان. یه تنظیماتی که ما میخوایم اعمال کنیم توی پروژه، میرید اون قسمت فایل و نوارک فایل رو میزنید، میاد اینجا settings. اوکی، حالا بیاره ببینید اینجا. حالا یوزر و ورک استیشن و کامپنی هیچ. ببینید توی پروژه ما قسمت های مختلفی داریم. ببینید مثلا من یه بیسمنت اضافه کردم، این پروژه ماست. این سامپل پراجکته. خب این پامپینگ هاوس، پامپیج هاوس، این هیچ. پروژه ما برای انباری هستش. بیسمنت یعنی انباری که موتورخانه توش هست. حالا مثال دیگه، حالا هر چی که میخواد بذارید دیگه شما اسم پروژه‌تون. خب اینجا ما دیسپلی رو داریم. ببینید توی دیسپلی تو هر پروژه‌تون میتونید مثلا ببینید مثلا اینجا تنظیمات مربوط به تاریخ رو اعمال کنید. مثلا نمودار درختیشو دستکاری کنید، اون چیزایی که مربوط به دیسپلی هستند رو. بعد حالا اینو بزنیم کنار. گرافیکال ادیتینگ رو ببینید. گرافیکال ادیتینگ داریم اینجا، فونت ها رو، دایمنشنینگ ها رو. بعد حالا زیاد به نظر من احتیاجی به دستکاری اینا نیست. ببینید حالا ریپورت هایی که جلوتر خواهیم خوند رو میتونید تنظیم کنید. مثلا اینجا رو ببینید. پراجکت من ببندم توی یوزر، قسمت دیسپلی. ببینید توی قسمت دیسپلی شما میتونید واحد یعنی دایمنشنتون رو تبدیل به اینچ کنید، به بعدتون رو، یا به میلیمتر. خب ویت، در مورد وزن میتونید یا پوند باشه یا کیلوگرم. حالا بیشتر اس آی کار میکنم، چون اس آی کار میکنه ولی کیلوگرم میلیمتر خیلی اوکی ترین باشه. لنگویج رو میتونید انتخاب کنید. بعدش یا قسمت های مختلف. ببین مثلا توی ورک استیشن ما مثلا قسمت گرافیکش ببینید اسکیلش رو نوشته. شما میتونید اینجا اسکیل رو تنظیم کنید. حالا من زیاد دستکاری نمی کنم، اگر احتیاج باشه تغییر خواهیم داد. حالا جلوتر که من احتیاجی باشه تغییر خواهیم داد. بعد حالا اوکی رو بزنید، تنظیمات دلخواهتون رو انجام بدید. اوکی رو بزنید بره. خب و قسمت بعدی ما این قسمت هایی بود در مورد تنظیمات. حالا ما زیاد کشش نمیدیم، هر آنچه که لازم بود در قسمت تنظیمات مهماشو گفتیم. خب دوستان اینجا ما میخوایم یه پروژه انجام بدیم، یه پروژه اولیه انجام بدیم برای شما. اسمش هم من گذاشتم بیسمنت. اوکیه. خب
اه، یه پروژه ساده‌ای با هم کار کنیم. البته آنچنان هم ساده نیست. شما یه اینو بلد باشی اینو کار کنید دیگه، بقیه قلق کار دستتون میاد دیگه، لنگ نمیمونید. خب پروژه ما اینه: با زدن دکمه استارت سیستم شروع به کار کرده و با زدن دکمه استاپ خاموش می شود. با شروع به کار سیستم در صورتی که فشار آب مصرفی به کمتر از 4 بار برسد، پمپ اصلی شروع به کار می کند. اگر در زمان 2 دقیقه فشار آب به 5.5 بار نرسد، پمپ شماره 3 به عنوان کمکی شروع به کار می کند. زمان کارکرد کلی پمپ شماره 1 ذخیره می شود. هرگاه کارکرد کلی پمپ شماره 1 به 5 ساعت رسید، پمپ شماره 2 وظیفه پمپ اصلی را تا 5 ساعت کاری به عهده می گیرد. خب این پروژه خوبی خواهد بود برای ما. خب ادامه بدیم این پروژه رو، بریم جلو. من تو این پاورپوینت یه اسلایدی برای شما درست کردم که شماتیک کلی این پروژه ما رو به تصویر میکشه برای شما. ببینید 3 تا پمپ داریم، 3 تا کنتاکتور داریم، 3 تا بی متال داریم. حالا هر اینا سلیقه‌ایه، از هر بی متال کانتاکتور فیوزی که خواستید میتونید استفاده کنید. پوش باتن ها رو داریم ببینید، بعد پرشر سویچ ها رو داریم، کلیدهای فشارن. کنترل کننده ما PLC ما اینجا PLC لوگو هستش. ما اینجا فقط دوستان حالا تماتیکش هم میکشیم برای شما. و اگه خواستید، اگر عجله داشتید که هیچ، ولی اگر عجله نداشتید، من برنامه این رو، یعنی کد این رو توی سیماتیک منیجر یا تیا پورتال پروژهش رو انجام خواهم داد و برای شما آپلود خواهم کرد توی یوتیوب. اگه دنبال کنید حتما ببینید. خب اینجا چراغ سیگنال ترمینال رو داریم، بعد پاور رو داریم، پاور ساپلای. البته این پاور ساپلای نمیشه گفت بهشون. بعد تغذیه، یعنی بخش قدرت ماست اینجا. خب ما پاور ساپلای بیشتر به چیز میگیم، تغذیه بخش فرمانمون میگیم. خب اینجا بخش قدرت ماست. ببینید اینجا این مثلا یک کلید MCCB و اینا میتونه باشه بخش قدرتش. در پست جدا هم که گفتم آپلود خواهم کرد برای شما. و این خواستید اسکرین شات بگیرید از شماتیک کلی این پروژه که بعدا بفهمید، تجسم کنید که ما چه پروژه‌ای کار خواهیم کرد. مثلا این ارتو نولو ROST به کجا ختم میشن و ارزم حضور شما این منبع تغذیه، بعد شاخه هایی که انشاب هایی که میگیریم به کجا ختم میشن. شماتیک کلی در ذهنتون داشته باشید و بتونید خوب تصور کنید. و حالا اینو اینجا داشته باشیم. برمیگردیم به نرم افزار ای پلن. دوستان توی نرم افزار ای پلن، حالا درست من قبلا یه بیسمنت ایجاد کردم، ولی خب از اول یه دونه پروژه جدید درست کنیم برای شما. موتور هاوس، موتور هاوس اسمش رو گذاشتم. بعد توی بیسیک پراجکت حواستون باشه IEC بیس 201 رو انتخاب کنید. خب همیشه همین رو انتخاب کنید برای کار ما و هر پروژه‌ای که شما خواستید انجام بدید. این خیلی بهتره، استاندارد ای پلن هستش. خب این اوپن حالا خودش هم پیش‌فرض اوپن کرده. بعدش هم حالا تاریخ اینا رو هم میتونید اینجا تنظیم کنید، تاریخ نگارش و اینا. بعدش حالا اوکی رو بزنید، پروژه ما ایجاد بشه. حالا خیلی مهم هستش که
سیستم شما چقدر قوی باشه، چون ایپلن خیلی نرم افزاره. وقتی ماکرو هم اضافه کنید بهش، واقعا نرم افزار سنگینی میشه. در حالت عادی هم سنگین هست، ولی خب وقتی ماکرو اضافه کنید خیلی نرم افزارش سنگین تری هم خواهد شد. خب اینجا پروپرتی های نرم افزار هستش. مثلا میتونید قسمت پایین رو ببینید اینجا. این پروپرتی ها مربوط اینجا هستن. مثلا ببینید پراجکت دیسکریپشنه، ببینید اینجا مثلا دیسکریپشن تقریبا، بعد جاب نامبر هستش، کامیشن هستش. مثلا بگم خدمت شما مثلا تایتل هستش، اسم شرکت رو می‌نویسید، پیغما آلمانی یعنی شرکت. بعدش کریئتور، کانتری رو داریم، دوچلاند هستش مثلا، شماره طراح کریئتور هستش، فونش، فکسش. بعد ترمال دیزاین، بعد ترمال دیزاین فرکانسی و ولتیج هستش. بعد اینا رو میتونید اضافه کنید. حالا ما دستکاری نمی‌کنیم، خودتون خواستید میتونید اضافه کنید. خب ما پروژه رو ایجادش کردیم. ببینید موتور هاوس اضافه شد. خب دوستان بیا اینجا ببینید موتور هاوس این بای دیفالت هست. خب مثلا ما اینجا قسمت های مختلفی میتونیم داشته باشیم. ببینید بذارید من اینو رینیمش کنم. این داره مثلا رینیم نمیشه. خب خب مثلا اسمشو میذاریم پمپ، پامپ. خب مثلا اسمشو گذاشتیم پامپ. خب این یه زیربرگی زیرش داره. ببینید تایتل پیج، این فرم هستش. اون تایتل پیج ببینید مثلا اینجا اولین صفحه هر نقشه ای پلنی هستش. ببینید مثلا این پلن GmbH and Co KG. پراجکت دیسکریپشن هستش. بعد اینا رو سلیقه خودتون میتونید عوض کنید. البته جلوتر میگم تو ویدیوی، نمیخوام طولانی تر بشه، توی ویدیوی بعدی میگم اینو چطور تغییر بدید. یعنی فرم تایتل پیج یا هر پیج به خصوص خودتون رو بتونید ادیت کنید و بسازیدش. خب اینو ببینید. اینو تو ویدیوی بعدی حتما بهتون میگم که چطور درستش کنید. و بعد اونجا ما گفتم که تو این ریبون ها ما میتونیم یه بخش مهم می‌دانیم به نام استراکچر. خب حالا اگه نتونستید پیدا کنید استراکچر رو، اینجا می‌نویسید استراکچر. ببینید استراکچر اینجا هلپ نیست، اینجا دستور. خب این حالا بخش هلپ نیست اینجا، نه این هلپ نیست، اینجا دستور رو شما پیدا میکنه. حالا بذار ببینم آنچه که آره مورد نظر ما. خب شما استراکچر اند ایدنتیفایر رو، منیجمنت رو میارید. ببینید این سه قسمت دقیقا همینی که اینجا هست. خب مثلا C1 شما میتونید اضافه کنید به این قسمت. اوکی شما میتونید به این قسمت اضافه کنید. مثلا این پمپ شما میتونید مثلا قسمت کندانسیت اضافه کنید، قسمت مشعل اضافه کنید، قسمت دیگ اضافه کنید. حالا هر قسمتی که خواستید میتونید بهش اضافه کنید. بعد همینطور این قسمت C1 شما میتونید قسمت C2 اضافه کنید، یا مثلا لوکیشن اضافه کنید بهش. ببینید مثلا این EAA مثلا این لوکیشن برای پمپ بود، میتونید یه لوکیشن دیگه مثلا برای JB یا جوینت باکس اضافه کنید. بعد یه هایر لول فانکشن های دیگه هم هستن که میشه اضافه کرد. اینا دیگه بستگی به خودتون داره. حالا ما جلوتر اگه قسمتی باشه که اضافه کنید که حتما هست، مثال خواهم زد به شما. خب قسمت بعدی که داریم همین قسمت
فرم‌ها خواهد بود، پلتفرم یا فرم. حالا اول فرم رو توضیح خواهیم داد، بعدش پلتفرم. حالا فعلا تا اینجا داشته باشید تا بریم قسمت سوم ویدیو. آموزش‌ها رو دنبال کنید دوستان، لایک و سابسکرایب یادتون نره. خیلی ممنونم. با ما باشید.